الله متعال از تو سوال نمیکنه که فلانی رو چرا کافر نگفت. احتیاط کو، چرا اونم کلمه کفر بر میگرده سری خودت. دو اگر موجود نباشه مصداق کفر تو میشی. از او خاطر در این طور فتواها در این قطعا جرأت زیاد نکنی، احتیاط بکار است. وی وجدنا اکثرهم لفاسقین. و ما نیافتیم اکثریتی از چی؟ و این وجدنا، یقینا یافتیم اکثرهم زیادتری از یارا لفاسقین، فاسق. فاسق کسی را میگه که از اطاعت خدا میکشانه، یا نه پابند تعهدات بودن و نه در عمل چیزی را نشان دادن که واقعا احکام الله را عملی میکردن. همین دو چیز دیش نبود. انصاف قرآن کریم ببینه، جوانا از احتیاط کار بگیره. الله متعال قومای سابقه را اون هلاکتش بیان کرد، اما شدم قطعی پیغمبر یک نفر دو نفر ایمان آورده، امون نقطه را قرآن لحاظ میکنه. از امون خاطر قید اکثریت ذکر میکنه. و ما وجدنا لاکثرهم من عهد، ما با اکثریتشون تعهدات پورا کردن نیافتیم. یعنی شده میتونستم رای پیغمبر چند تن که ایمان آورده بود و تعهدات داشتن. همین قدر نکته را در نظر میگیره. همین نکته را هم قرآن تور کتاب انصاف است. ما قلم نعوذ بالله محور سری او برادرایی که محنت میکشه، زحمت دین میکنه، قلم کش نمیکنیم. چرا؟ به خاطری که اینی کار اینی گپ دیش وجود نداره. اینی گپ دیش وجود نداره. قلم محور بکش، تباه کردی خدا. نکو تو اسراری ازوره، کاری ازوره نمیدونی. یک نفر بالکل در این طور یک حالتی تو میبینی که بالکل حکم کفر برش میکنی، لیکن خبر نداری که او به کدام مقصد در اونجا چی میکنه، رفته و چی کار میکنه. تو برای تو ضرور نیست که فتوای کفرش صادر کنی. الله متعال از تو سوال نمیکنه که فلانی رو چرا کافر نگفت. احتیاط کو، چرا اونم کلمه کفر بر میگرده سری خودت. دو اگر موجود نباشه مصداق کفر تو میشی. از او خاطر در این طور فتواها در این قطعا جرأت زیاد نکنی، احتیاط بکار است. از قرآن درس بگی. قرآن حتی کم یک نفر برای امر پیغمبر ایمان آورده، تعهد خود پوره کرده، کلمه اکثریت ذکر میکنه، نمیگه قوم کلش همینطور بود. ثم بعثنا من بعدهم موسی بآیاتنا